سلام به همگی. اینجا حضوره و من دکتر صبا نوروزی هستم. اپیزود دوم از فصل اول مجموعه ویدیوهای حضور خیلی خوش اومدین. ما اینجا راجع به مسائل زیبایی حالا از جوانب مختلف مثل آناتومی، مثل بیولوژی، مثل روانشناسی، فلسفه و هر چیزی که به زیبایی مربوط میشه صحبت میکنیم و من هر هفته سعی میکنم بیام یه موضوعی که میدونم ذهن شما رو خیلی درگیر کرده و ازم سوال میکنین راجبش، چه حالا کسایی که حضوری در خدمتشون هستم و چه در دنیای مجازی، هر هفته من یه سوال رو انتخاب میکنم و میام اینجا بهش پاسخ میدم. امروز توی اپیزود دوم از فصل اول به عنوان آغازگر قرار راجع به مفهوم زیبایی صحبت کنیم که فکر میکنم خیلی جالب و شنیدنی باشه برای همه. اول بپردازیم به این که زیبایی یعنی چی؟ وقتی میگیم فلان چیز یا فلان شخص زیباست به چه معناست؟ و آیا ما این حق رو داریم که با همدیگه سر این که فلان چیز زیبا هست یا نه بحث بکنیم یا نه؟ اول باید بهتون بگم که زیبایی یه چیز کاملا انتزاعیه. یه مفهوم انتزاعیه که در جهان بیرون وجود نداره. انتزاعیه یعنی ذهنیه یعنی سلیقه‌ایه، چون ذهن هر فرد با فرد دیگه متفاوته و منحصر به هر فردی کار میکنه. پس به عنوان اولین موضوع اینی که من و شما سر این که فلان چیز زیبا هست یا نه با بقیه به اختلاف نظر میخوریم، این امر کاملا طبیعیه و اصلا لازم نیست راجبش بحثی بشه. ولی به طور کلی اگر بخوام یه توضیح بدم راجع به مفهوم زیبایی، به نظرم جامع ترین و درست ترین مفهومی که زیبایی داره اینه که زیبایی یه خصلت از اشیا یا اشخاصه که من و شما وقتی بهش نگاه میکنیم باعث ایجاد حس لذت یا رضایت درمون میشه. یعنی ما هر وقت یه چیزی رو میبینیم و احساس سبکی، احساس خوب، حس بهتری بهمون دست میده، به نظرمون اون چیز، اون شخص زیباست. حالا زیبایی میتونه خصلت یک بنا باشه، میتونه خصلت یک ایده باشه، میتونه خصلت یه موسیقی باشه، میتونه خصلت یک فرد باشه و در کل یه خصلتیه که میشه به هر چیزی نسبتش داد. برگردیم سر مبحثی که بحث اصلی ماست و اون زیبایی صورته. ببینین، اول بهتون گفتم زیبایی مفهوم انتزاعیه، یعنی به چشم بیننده بستگی داره. اینی که ما بیایم یه تصویر مطلق از زیبایی در نظر بگیریم یه ایده کاملا غلطه. زیبایی یه مفهوم انتزاعیه، سلیقه‌ایه و کاملا نسبیه. هر کسی با توجه به پیشینه‌اش، با توجه به طرز فکرش، با توجه به خاطراتی که داره، فرهنگی که توش بزرگ شده، اتفاقاتی که توی زندگیش افتاده، زیبایی رو به یه شکل تفسیر میکنه. ولی چیزی که دوست دارم اینجا راجع بهش صحبت بکنم، به نظرم خوبه که بدونین و در ادامه به کارتون میاد، این هستش که زیبایی صورت چجوری توی ذهن من و شما تفسیر میشه. این چیزی هستش که به نظرم هر کسی که به دنبال زیباتر کردن صورت، بدن یا هر چیز دیگه ای توی خودش هست باید بدونه. ببینین، اول بحث گفتم زیبایی انتزاعیه یعنی ذهنیه. حالا ذهن ما به دو صورت همونطور که همه میدونین کار میکنه. یه بخش خودآگاه داره و یه بخش ناخودآگاه داره. چیزی که من الان میخوام راجبش اول صحبت بکنم بخش زیباییه که به صورت ناخودآگاه توی ذهن من و شما تفسیر میشه. بخش ناخودآگاه زیبایی خودش به دو صورت میاد زیبایی رو توی اشخاص یا افراد شناسایی میکنه. صورت اولش غریزیه، یعنی ناخودآگاهه و غریزیه. این بخش از زیبایی خیلی جالبه. از اولین انسانی که حالا روش مطالعه انجام شده تا همین الان، اون بخش از ذهنش که میاد زیبایی رو به صورت غریزی و ناخودآگاه تفسیر میکنه، تا همین لحظه این بخش ثابت بوده.
یعنی چی؟ یعنی ما توی ذهنمون، توی مغزمون یه سری اطلاعات کد شده و با اینها به دنیا میایم و از ابتدای بشریت تا الان این اطلاعات تا حد زیادی ثابت مونده. این اطلاعات چیزاییه که مربوط به مسائلی میشه که شانس بقای من و شما رو بالاتر میبره. حالا یعنی چی؟ ما میدونیم که هممون میل به بقا در انسانها وجود داره و این میل به بقا ربطش با زیبایی چیه؟ الان میخوام راجعش باهاتون صحبت بکنم. ذهن ناخودآگاه من و شما از زمانی که متولد میشیم یاد گرفته و میدونه یه سری مارکرها به سلامت و جوانی فردی که داره بهش نگاه میکنه مرتبطه. به خاطر همین اون چیزها رو به عنوان چیز زیبا توی افراد و اشخاص تفسیر میکنه. یعنی چی؟ اومدن یه مطالعه انجام دادن روی نوزادا و متوجه شدن بعد از اینکه بینایی نوزاد کامل میشه بیشتر جذب صورتی میشه که مارکرهای جوانی و سلامت تو اون صورت بولدتره. ببینید یه نوزاد که کسی بهش آموزش نداده زیبایی چیه، چرا جذب یه سری افراد خاص میشه؟ علتش اینه که زیبایی رو تو اون افراد خاص تشخیص داده. حالا این مارکرایی که راجبش صحبت کردم چیه؟ مارکرایی که توی صورت نشون دهنده سلامت، جوانی یا قدرت باروری بیشتره. یعنی چی؟ یعنی یه نوزاد دختر بیشتر جذب صورتهایی میشه که پوست صافتری داره، موجای پرپشتری داره، موهای بلندتر و پرپشتری داره، گونه هاش گلگونه، صورتش افتادگی نداره، دندوناش سفیده، یا توی بین آقایون جذب یعنی نگاهش به سمت مردی میره که شونه های پهن‌تری داره، صورت متقارن‌تری داره، مردونه تر یا مسکولین تره و اومدن بررسیش کردن، متوجه شدن که این بخش از تفسیر ما از زیبایی از بد به تولد و طی سالیان سال همیشه ثابت بوده و اون بخشیه که میاد زیبایی رو به صورت ناخودآگاه و کاملا غریزی تشخیص میده. بخش دومی که توی ذهن ما به صورت ناخودآگاه زیبایی رو توی افراد و اشخاص مختلف تفسیر میکنه مربوط به گذشتمونه، مربوط به فرهنگی که توش بزرگ شدیم، مربوط به خاطراتمونه، مربوط به جامعه‌مونه، چیزایی که توی گذشته اتفاق افتادن. یعنی چی؟ اومدن یه تحقیق نشون دادن، یه تحقیق انجام دادن که این تحقیق نشون داده که مثلا شما اگر بر فرض یه خاله‌ای داشتین که تو دوران کودکی با اون خاله ارتباطتون خوب بوده، بیشتر جذب صورت‌هایی میشین که شما رو یاد اون خاله بندازه. بدون اینکه بدونین یا خودآگاه باشه واسهتون، بیشتر جذب صورت‌هایی میشین که شما رو یاد انسان‌های مورد علاقتون میندازه. پس تا الان 2 تا موضوع راجع بهش صحبت کردیم. یه بخش غریزی زیبایی بود که تو همه آدم‌ها مشترک بود، به مارکرهای سلامت و باروری بالا و جوانی مربوط میشد. یه بخشش بود که ناخودآگاه بود، به گذشته‌مون، به گذشته فردی مربوط میشد، به خاطراتمون، اتفاقاتی که برامون افتاده و این هر دو به صورت ناخودآگاه باعث میشه که ما چیزهای مختلف رو متفاوت زیبا تفسیر بکنیم. موضوع سومی که میخوام راجعش صحبت کنم بخش خودآگاه ما از درک زیبایی. بخش خودآگاه تفسیر ما از زیبایی که به نظر من شکننده ترین و بی اهمیت ترین بخشیه که خیلی هم نباید خودمون رو درگیرش بکنیم. علتش چیه؟ الان توضیح میدم خدمتتون. بخش خودآگاه ما از زیبایی اون بخشی هستش که خیلی تحت تاثیر ترندهای جامعه است، تحت تاثیر مد، تحت تاثیر رسانه هاست، تحت تاثیر اینه که الان توی این جامعه چی میطلبه، چه افرادی رو بورس هستن، چه افرادی معروف و مشهور هستن و متاسفانه حالا به خاطر اینکه کمپانی های مختلف، شرکت های بزرگ و اونهایی که توی زمینه مد و فشن کار میکنن نیاز دارن که به من و شما کالا بفروشن و از این طریق کسب درآمد میکنن،
مدام دارن تبلیغاتشون رو عوض میکنن و مدام دارن تفسیرشون رو از زیبایی یا صورت زیبا تغییر میدن و به نظر من با توجه به اینکه تبلیغات توی عرصه زیبایی، خصوصا زیبایی صورت، یه چیزی هستش که امروز فلان معیار رو مد میکنن، فردا یه معیار دیگر رو مد میکنن واسه اینکه بتونن کالای بیشتری به من و شما بفروشن. اون بخشی هستش که خیلی نباید بهش به صورت یه چیز جدی فکر بکنیم یا بخوایم راجبش خیلی مانور بدیم یا بخوایم خودمون رو مطابق بهش تغییر بدیم. حالا توی اپیزود بعدی من میام راجع به این موضوع صحبت میکنم که اصلا این که ما نیاز داریم به این که زیبا باشیم و میل داریم به این که کارهای زیبایی انجام بدیم چیز درستیه یا نه، باید سرکوبش بکنیم یا خیر. و اونجا بیشتر این مبحث رو براتون باز میکنم، بیشتر راجبش صحبت میکنم. خیلی ممنونم که گوش میدین. خیلی خوشحال میشم که این مطالب رو با دوستانتون به اشتراک بذارین. خیلی خوشحال میشم سابسکرایب بکنین. 2 مدل ویدیو داریم، ویدیوهای شورت هستش، کوتاه، که میایم حالا یه سوال خیلی کوتاه رو، یه دغدغه کوتاه رو پاسخ میدیم و یه سری ویدیوها مثل ویدیوهای امروزمون یه مقدار طولانی تره و میایم یه مبحثی رو باز میکنیم، مفصل راجبش صحبت میکنیم. یه چکیده بهتون بگم، زیبایی خصلت ذهنی کاملا سلیقه‌ای به نگاه بیننده بستگی داره. زیبایی خودتون رو با کسی مقایسه نکنین. اگر مورد تایید بقیه نیستین، این موضوع نباید باعث بشه احساس بدی به خودتون داشته باشین، به خاطر اینکه تفسیر آدم‌های مختلف از زیبایی کاملا متفاوته و منحصر به فرده. زیبایی توسط ذهن خودآگاه و ذهن ناخودآگاه تفسیر میشه. بخش ناخودآگاهش یه بخشش غریزیه، خیلی خوبه، هوشمندانه است، یه ابزار بسیار مفیده واسه اینکه سلامتی و جوانی رو توی افراد دیگه تشخیص بدیم و به دنبالش باشیم. و یه بخش ناخودآگاه داره که کاملا تحت تاثیر اتفاقها، خاطراتمونه و از کنترلمون تا حدی خارجه. و یه بخش خودآگاه داره که تحت تاثیر مود و فشنه و خیلی نباید جدی گرفته بشه. ممنونم که گوش دادین. تا اپیزود بعد، خدا نگهدار.